عزیزان ما و شما گفتند کسی که اگر شب عرق می نوشد و آمده با همین حالت در جایگاه خواب می کند، حالتی که مست است، کان عروسا للشیاطین، و عروس شیطان است. چگونه که مرد با زنش معامله میکند تا روز شیطان ها هجوم بالای این عرق نوش، هجوم بالای این مرد مست میکنند تا روز و یا بچه بازی میکنند، اونا راحت میکرده. بینید آدم مست الله که در همون جمله همون مردم ایتالیایی که یک گروه بچه ها استفاده شون میبرند، انا در همون گروه ها مردم عرق نوش قرار داشته است. کسی اگر مست خواب بکند تا روز عروس شیطان بوده است، شیطان استفادهش میبرد. ننگ باد، باور کن شرم باد که این قدر این منزلتی که خدا انسان داده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا میگوید این قدر مخلوقای زیاد دارم، لیکن از آدم در دیده مخلوق بهتر ندارم، زیباتر ندارم. این مرتبه را تو در حالت مستی گم میکنی و شیطان که دشمن خدا و دشمن قرآن و دشمن مسلمان هاست، تو با وی زن میشوی تا روز تو را استفاده میبره. چند قدر شرم است، چند قدر خجالت است که این قدر انسانی تو از دست میدهی. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر حسینی را، چی میگوید؟ تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حولا. نمیمانی زنا پاکی، نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمتها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که این قدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد بازی زیلت تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش. ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. یعنی اگر شما نزد یک دکتر روید، اگر شما را کسل قند برارند، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است بگه ننگ به تو باد، سخن دکتر را میگیری برای از این بیماری نجات یافتنت، از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز بکنی و سخن پروردگار را قبول نمیکنی. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. وای گفته ایستاد از باده را نخور. وای پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم، اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است و ما و شما را پروردگار انجینیر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است. وای میداند. از این خاطر ما را من کرده ایستاد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجود تو را درمند میکند. این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان. این نامرد میگوید ای انسانی که تو نام مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته رحمان از عرق خوردن باز نمیستی، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. برای یک دختری که از کل ترسان یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگارم ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ایستاده ای شرمنده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من
این موضوع را انجام ندادم. خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز آن آیت ها و آن احادیث هایی که در این باب هست باز به سمع شما می رسانم. یک مسئولیتی هست در ذمه ما، من به همه شما می رسانم و این حواله بر ایمانداری و مسلمانداری شما میکنم. اگر کردید خوش به حالتان، نکردید زود است که شما این دنیا را ترک میکنید. این دنیا برای شما ابدی نیست و این تنی صحت تانم و این حالتهای خوب تانم، دولتداری تانم، اینا هیچگاه پیش راه مرگ نمیگیرند. خدا گفت و الیه المصیر، یقین دان که بازگشتت به سوی من است. رو 70 سال حیات ببین، 50 سال حیات ببین، رو در اسرائیل توابت کن، لیکن مرده تو را نزد من بیارن، خواهی نخواهی پیش من بیاری. تو کاری کنیم که باید که ما و شما خجالت نرویم، کاری کنیم که با یک چهره سرخ، کاری کنیم با یک ایمان با حبیب خدا رو پرو شویم. پیغمبر خدا گفتن من شفاعت میکنم کسی را که در دنیا سخن مرا رد کرده باشد. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردان و این زهر قتالی که یکی از حرام کرده های تو در روی زمین است، خدایا برای ما چنان قوت، چنان توفیق نصیب بگردان که چه از خوردن، چه از نوشیدن، چه از فروختن، چه از یاردم کردن، خدای مهربان ما باز ایستیم و پروردگارا چنان توفیق برای ما نصیب بگردان که بهترین نعمت که ایمان است، این ایمان را گرفته وارد قبر و وارد روز قیامت گردید. و خدایا این جمهوری ما را آباد بگردان، یک دلی و یک دیگر فهمی را حکمران این جامعه ما بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. پیغام است میخوانیم، دعا میکنیم. روزم بسیار روزی خنوش. داملای محترم اکای حاجی مرزا سلام و درود بی پایان از شهر مسکو از نام برادر اهل اسلامی شما علی شیرجان و یک گروه تاجیک بچه هایی که مخلص دائمی شما اشور رجبالی از شهر کولاب و عبدالله از ناحیه آرجان کیزاباد خواهش داریم که در حق ما یک کف دعای میدادید و بعدا از خداوند متعال دعا میطلبیم که دنیا و قیامت شما را خداوند آباد بگرداند. ما هم دعا میکنیم خدایا این برادرهایی که الحال نام اونها را خواندیم و از ما یک کف دعا طلب کردند، خدایا در این روز سعید این بنده های خدا با دست پور با مرادهای حاصل شده با تنی صحت، خدایا به خاندانشان صحت و سلامت بر بگردان و هر مرادهای نیکی که داشته باشند خدای مهربان با فضل و کرم خودت برآورده بگردان. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان با نزدیکی 100 سامان برای همین پوشش مسجد، الحمدلله که پوششم شاید تا هفته های دیگه انجام یابد، کارش رفته ایستاده است، خیر کردن. یک مادر یک قرآن آوردن. اینجا برادرها حاجی خالف و حاجی تلبیشا و حاجی تیلا که برای همین خوردن همین بچه ها که در آشخانه میخورن، همین کارگرهای مسجد، یعنی مبلغی اونها را پرداخت کردند. خدا در امر جانشان برکات دهد. که یک نفر دیگر برادرمان 30 سامانی دادن. بابای گریز از همین محله همراه همسرش از دنیا گذشتگی هستند و فرزند او برادرمان هم که هم خیری پولی میکنن هم در همین محله خدمت‌های خیلی زیاد کرده ایستادند. در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. برادر حاجی رجبالی 2 تروبه برای پایه در حق پدر گفتن دعا کنید و در حق آن کسانی که در صندوق خیریه کردند و در حق دخترچه‌ای که طالب علم هستند دعا کنید گفتند. خدای مهربان این بنده هایی که نام اینها گرفته شد، خدایا آن مقصد، آن مرام، آن امیدهایی که در دل دارند با فضل و کرمت خدای برآورده بگردان. گذشتگی هاشون خدا رحمت و مغفرت بگردان، بیماری هاشون شفای کامل نصیب بگردان و مسافرها دارن خدا صحت و سلامت به خاندان برسان. آمین یا رب. بچه‌هایی که اگر خواهش‌های یاردم در مسجد داشته باشند، البته این
امارت ما کردیم خیلی خراجات کلانی را طلب میکنند، خیلی خراجات کلان است که الحمدلله قریب ما کو 80% شهر تشکیل کردیم. لیکن باز احتیاج ها هست. اگر مبادای کسانی که اگر خواهند، این مجبوری نیست. این برادر در اینجا ما بوغلتر داریم، حاجی رجب علی وکیل محله است، در دست می کس میدهد نامش بنویسد و در آبادانی همین مسجد صرفش میکنیم. انشاءالله ثواب میگیریم. برادرها در بیرون ایستادن، اگر پوشیده میشه در زیر همین ایستادن خیلی ثوابی